چطوری توی 6 ماه 20 کیلو لاغر شدم و از اون به این تبدیل شدم. چه وزنی حالا رسیدم به این وزن؟ از 76 رسیدم به 54. خیاطی که اومده بود با یه لحن خنده‌ای تمسخر داشت می‌کرد انگار. گفت لباس پانیز از همه لباسا گنده تره. مرسی. سایز 4 بود. ببینید من هر لباسی میخریدم به خاطر چاقی به من نمیومد. چهره اصلی من زیر کلی چربی پنهان شده دید. این رو فرم بودن خیلی مهمه. زیباترین دختر و پسر دنیا هم باشی، چاق که باشی، واقعا اون زیبایی عمیق تو دیده نه. ریزه خاریمونو چطوری کنترل بکنی؟ مصرف قند و پف کردن صورت. وقتی که فکر کنم 15-16 سالم بود و داشتم برای آزمون تیزهوشان نمودارتی درس میخوندم، اون تایم اوج چاقی من بود. سبک غذاییمو تغییر دادم. من یکی از تخم مرغ و شیر و لبنیات فراری بود. یکی به من گفته بود که مگه مرغی که اینجوری میخوری؟ نه، من اینجوری میکنم چون ریز ریز که باشه باش سرگرم میشی و خب دیرتر تمومش میکنی و از اون طرف دیرتر گرسنت میشه. I think I'm losing my mind.